شما فتنگران هستید. نام ما اهل طالب علمان اهل سنت و الجماعت در این تاریخ به اذن الله باذن الله همچون طالب علمانی حق گو، طالب علمان اهل سنت، طالب علمان احیا کننده سنت، طالب علمان نابود کننده بدعت و خرافات، ان شاء الله طالب علمان مجدد ان شاء الله باقی میماند. این از در دست الله است و این به اخلاص هر یک طالب علم ربط دارد و از الله میطلبیم که ای الله طالب علمان اهل سنت را بعد از مرگشان هم زنده نگه بدار تا که اجر به اینها برود، نام اینها به مانند دیگر از علما رحمه الله گفته شود. این در دست تو است ای الله. دعوت ما را قبول بکن، عملهای ما را قبول بکن، به این رنج و مشقت دعوت صبر بده.